سلام به همه نیل آرتای من، خوش اومدیم به کانال یوتیوبم. امروز میخوام که با هم دیگه یکی از تکنیک‌های قشنگ و خیلی خاص لاک ژل روی ناخنم امتحان کنیم. خیلی ساده است، خیلی به نظرم کاربردی و برای شب عید خیلی خوبه، چون هم سریع میتونی بزنی، هم خیلی شیکه، هم که به نظرم همه خوششون میاد از این استایل ناخن. حالا توی آموزش‌های بعدی کلی تکنیک‌های خفن میخوام یاد بدم. حتما اگر که خودت ناخن‌کار نیستی، اینو میتونی برای ناخن‌کارت بفرستی تا برات اجراش کنه. بوس بهتون، بریم که انجامش بدیم. بریم سراغ وسایل. ضد قارچ. من از این برند استفاده میکنم. یه بیس لازم داریم. لاک مشکی که من از برند PNS شماره 014 استفاده میکنم. یه لاک آیس لازم داریم که بر من برند گراف توسی هم باشه، خیلی خوشگل‌تر میشه و اینکه شمارش 205. لاک آب نباتی قرمز میخوایم، بر من هم برند گراف شمارش هم 088. تاپ لازم داریم و یه دونه آهنربا که هر مدلی که دوست داشتیم باشه. بریم که اجراش کنیم. اینجا داشتم کاری مانیکورم انجام میدادم. گفتم بهتون بگم اگه دوست دارین همین جوری یه دونه مانیکور بدون درد و خونریزی داشته باشین واسه مشتریاتون، برام کامنت کنید اگه دوست دارین براتون یه دونه ویدیو کامل 0 تا 100 و اینکه چه نکته هایی داره مانیکوری که کوتیکولو زخم نکنیم بگیرم و براتون آپلود کنم. اگر دوست دارین حتما برام کامنت کنین. اول کل ناخونا رو خط و خش میندازیم، حالا ضد قارچ، بعدم بیس میزنیم. فقط حواسمون هست که به گوشتمون نخوره. 30 ثانیه بره یووی. مرحله اول یه لاک مشکی خیلی تمیز میزنی که به گوش نخوره. اگه به ظریف کاری نیاز داشت حتما با یه قلم ریز انجامش بده. کل انگشتا رو که زدیم 60 ثانیه بره یووی. لاک آیس یا همون چشم گربه‌مون رو میزنیم. اگرم ظریف کاری لازم داشت انجامش بده. ببین مگنت گرفتن کلی تکنیک‌های مختلف داره که همه رو بعداً بهت یاد میدم، ولی توی این مورد اول از چپ بگیر، بعد از راست بگیر، بعد لبه آزاد ناخونت این ور اون ورش کن، هی چکش کن، دستتو برگردون. اوکی که شد، بعد برو سراغ بعدی. توی مگنت گرفتن بهتره که انگشتاتو یکی در میون انجام بدی، بعد بره تو یووی. یعنی اول 2 تا انگشتتو انجام بده، مگنتشو بگیر، بره داخل یووی، بعد بیاد بیرون 3 تا انگشت دیگه تو انجام بده. اینجوری احتمال ریسک توی به هم ریختنشون خیلی میاد پایین. 60 ثانیه بره تو یووی. حالا وقت زدن لاک آب نباتیه. ببین زدن لاک آب نباتی خیلی سلیقه‌ایه، بسته به سلیقه مشتری. اگه دوست داشت لاک آیسش بیشتر مشخص باشه پس رقیق‌تر لاکشو بزن، ولی در هر صورت یه دور لاک زدن کافیشه. بعدش تو میتونی بذاریش توی دستگاه. به نظرم 2 تا 60 ثانیه براش کافیه. مرحله آخرم که تاپ زدنه. استادم همیشه میگفت تاچ آخری که داری انجام میدی نمایش کل کار توه. ممکنه خیلی زیرسازی تمیزی داشته باشی ولی اگه تاپ اصولی نزنی کل کارت بد دیده میشه، پس خیلی حواست بهش باشه. اگه شرکت حتما قبل از اینکه بره تو یووی تمیزش کن و اینکه خیلی شسته رفته باشه 120 ثانیه بره تو دستگاه بسشه. وقتی به این مرحله میرسیم یعنی دیگه کار تمومه. روغن کوتیکولو میزنیم و لوک آخرشو ببین و تمام. خب بچه امیدوارم که ویدیو امروز براتون خیلی خوب بوده باشه و بتونین ازش به خوبی استفاده کنین. هم که فینیش کار بود. توی ویدیوهای بعدی میخوام که راجع به اینکه چجوری مانیکور کنیم که گوشتمون زخم نشه و اینکه ویدیوهای بعدیش چجوری ژلش کنیم توی خونه و کلی ویدیوهای مختلف آموزشی دیگه تو سرم دارم که قراره انجامش بدیم با هم دیگه. حتما نظراتتون رو برام بنویسید. بوس بهتون تا ویدیوهای بعدی. چاو